افسا مظفری هستم. از طرف آبتینر مظفری به چالش داستان آبکی دعوت شدم که در مورد راه‌های جلوگیری از به هدر رفتن آب. در واقع من خیلی ایده های زیادی ندارم، برای همین نمیتونم بگم که مثلا این کار بکنی اون کار نکنی، یعنی هر کسی هر ایده‌ای بخواد برای همین میتونه یه سرچ بکنه و تو اینترنت پیدا بکنه برای خودش. من فقط اون چیزایی که برای خودم خیلی شخصی بوده اونا رو میگم که فکر کردم که خلاقه و شاید برای بقیه هم جالب باشه. داستان اینجوریه که صبح که شوهر من دوش میگرفت من همطوری بیدار بودم، صدای این دوشه خیلی من اذیت میکرد. بعد من همش فکر میکردم که با این آب باز و آب داره به هدر میره، چیکار کنیم؟ قرم زدم که آب ببند و اینا. بعد در نهایت نشستیم یه فکر کردیم، یه راهی به ذهنمون رسید و این بود که میتونیم راه خروجی وان موقعی که اون دوش میگیره ببندیم و بعد از اون وقتی که این کار کردیم دیدیم یه آب مثلا تا این حد آب جمع شد. وقتی که حموم میکرد من دیگه بعد از اون بلافاصله بعد از که میرفت حموم میکرد میرفتم با هم آب خوب و تمیز حموم میکردم و خلاصه خیلی آب گرم بود و اتفاقا مانم پر بود و اینا. حالا ممکنه راه حل برای بقیه آدما خوب نباشه، این راه حل فقط به درد من میخوره. ممکن اصلا آدم خیلی تمیز باشن، خیلی وسواس باشن، حاضر نباشن تو آبی که یه کسی دیگه قبلا باهاش حموم کرده برن حموم کنن. ولی من دیدم که نه، واقعا آب خیلی خوب و با حال تمیزه. بعد از یکی از دوستانم شنیدم که بله توی حالا یک کشور آسیای دوری، شرق دوری، مردم یه خانواده از صبح تا شب با آب یه وان حموم میکنن. من فکر کردم که چه جالب، پس این راه قبلا انجام شده. خلاصه من بعد از اینکه حموم کردم، حالا مثلا 30 ثانیه یه دقیقه آب باز میکنم که دوش نهاییمو بگیرم و آب کشی کنم و اینا، باز این آبه به چشم من خیلی زیاد میومد، خیلی اذیتم میکرد دیدن این. برای همین فکر کردم که چیکار کنم. دوباره یه راه دیگه‌ای به ذهنم رسید و اون این بود که بیایم وقتی از توالت استفاده می‌کنیم به جای اینکه از سیفون رو بزنیم، هیچی بیایم از این آبه اینجوری بعد می‌ریزیم اینجا و خلاصه مسائل با آب وان حل میشه. پس ما 2 مرحله آب حذف کردیم. این کاری بود که به فکر من رسید که توی هدر رفتن آب صرفه‌جویی کنم و چون که برای خودم خیلی مهم بود. کارهای دیگه که کردم قصه‌اش اینجوریه. یه موقعی من چند سال پیش مجبور شدم که چند وقت توی یه نونوایی کار کنم. اصلا نونوایی از اینایی بود که هم مثلا قهوه میداد، هم نون میداد، هم ساندویچ درست میکرد و اینا. خلاصه اون وسط بعد کاوکلم و این چیزا هم میشستیم. بعد برای شستن این کاوکلم اون آقایی که اونجا کار میکرد صاحب نونوایی به من یه چیز خیلی خوبی یاد داد. گفتش که وقتی که میوه ها رو میشوری این سینک و خروجیشو ببند. خب باشه. بعد من میشستیم و اینا یه آب کشیم که میذاشتیم کنار. بعد خب یه مقدار قشنگ زیادی آب جمع شد تو سینک، خیلی تمیز بود. خب حالا بعد با این چی کار میکردیم؟ این بود که تمام فنجون نا و ظرفا و هر چیزی که کثیف بود، چون که همه ظرفا قرار با هم شسته بشه برای اینکه لک ها بهش نمونه، همه رو میریختیم تو این آبه و به مرور زمان این ظرفا خب لکشون از بین میرفت. با یک مثلا سعی کم و یک کفمال خیلی ساده و اینا این دیگه ظرفا شسته میشن. حالا کاری که من انجام میکنم این که هم این کار رو میکنم، هم چجور ظرفایی رو من توی این آب میشورم. از اونجایی که ما باید ظرفشویی رو مثلا هفته یه بار روشن کنم، هر روز که نمیشه ظرفشویی روشن کرد. اون ظرفا رو قبل از اینکه بریزم توی ظرفشویی برای اینکه بو نکنه و اونا، هر روز اگر من میوه چیزی میشورم یا هر وقت که میرم دم ظرفشویی لازم آب باز کنم، اون خروجی سینک دیگه بسته است همیشه. بنابراین من ظرفامو میزنم اون تو با یه اسکاچ چیزی کم تمیز میکنم میذارم تو ظرفشویی و اون از اون آب اونجوری استفاده میکنم. یا وقتی میخوام اصلا آشغاله بازیافتی مثلا جعبه سطل ماست یا سطل ظرف پنیر این چیزا رو جدا کنم، ظرفای بازیافتی برای اینکه بو نکنه و حالا مثلا چه میدونم گربه ها به یه خیال خامی نیان فکر کنم اونجا غذاه به خاطر اون بوه. من قبل از اینکه اونا رو بریزم دور، مثلا یه توی این آبی که اضافه است و
توی سینک جمع شده، این ظرف‌های بازیافتی رو یعنی ظرف‌های دیگه استفاده نمی‌شن و البته تو سطل بازیافت اونجا رو ترتمیزی می‌کنم و می‌ذارم این تو. حالا یک کار خوردریز کردیم، ولی به نظر خودم این دوتا به عنوان تجربه شخصی، چون بقیه چیزا رو همه مثلا ممکنه بلد باشن یا همینا رو ممکنه خیلی انجام بدن، ولی به عنوان یک تجربه شخصی برای خودم مثلا یه راه خلاق بود. فکر کردم که میتونم با شما در میون بذارم. بعد خیلی ممنون که به حرف من گوش کردین و در آخر میخواستم از چند نفر از دوستام دعوت کنم که به این گروه بپیوندن. خانم سارا کمالم، پویا شاسیا، هنگام غفارزاده، مژگان بختیاری و ندا رضوی پور. خیلی ممنون میشم که شما هم یه ویدیو بسازین. البته دوستان زیادن. با خب خدافظ.